سلام. توی جلسه قبل ما اومدیم در رابطه با دیتا تایپ ها صحبت کردیم. توی این جلسه میخوایم بعضی از اونها رو بیشتر بررسی کنیم. اولین دیتا تایپی که میریم سراغش استرینگ هستش. کد ادیتورمون رو باز میکنیم و میرم از قسمت فایل، اوپن، توی درایو C، پوشه زمپ، میرم پوشه htdocs رو انتخاب میکنم، جایی که ما میتونیم فایل های PHP مون رو بذاریم و اجرا بکنیم. خب من الان پوشش رو باز کردم ولی خب پوشش خالیه. من اینجا کافیه یه نیو بزنم، همینجا نیو فایل، یا بیام از اینجا نیو فایل بزنم، هیچ فرقی نمیکنه. من اینجا نیو فایل رو میزنم، مینویسم index.php. چرا حالا مینویسم index.php؟ اسم ایندکس توی وبسایت ها و اکثر سرورها به عنوان صفحه اول شناخته میشه و شما زمانی که مینویسید ایندکس، بعضی از فریمورک ها، بعضی از سرورها index.php رو به عنوان صفحه اول در نظر میگیرن به صورت پیش‌فرض. خب اسم فایلمون رو انتخاب کردم، اینتر میزنم، فایلمون ساخته میشه. میخوایم اینجا با هم دیگه دو تا استرینگ بنویسیم. مینویسم اکو، دو تا تک کوتیشن میذارم، مینویسم هلو و تهش هم سمیکالون. حالا میخوام یه بار دیگه هم همین استرینگ رو به شکل دیگه بنویسم. دابل کوتیشن میذارم، دوباره مینویسم هلو و در انتها سمیکالون. اینجا برای ما سفید اینها رو نوشته و هنوز تشخیص نداده که این PHPه، به خاطر اینکه من تگ PHP رو اولش نذاشتم. علامت کوچیکتر، علامت سوال PHP و در انتها میام علامت سوال، علامت بزرگتر میذارم و میبندمش. الان تشخیص داده که کد ما کد PHP هست و اگه من بیام مرورگرم رو باز کنم، اینجا بنویسم لوکال هاست، باید به هم محتویات اون فایل PHP رو نشون بده. اما الان ارور گرفتم. دلیلش هم اینه که ما هنوز نیومدیم PHP مون رو اجرا بکنیم و اون سرور محلیمون رو ران بکنیم. برای این کار ما قبلا نرم افزار زمپ رو نصب کردیم. نرم افزار زمپ رو باز میکنم و میام اینجا دکمه آپاچی استارت رو میزنم. الان که سرور PHP ما در حال اجرا شدنه، اگه من اینجا یه رفرش بزنم، اینجا برای من مینویسه هلو هلو. دو بار هلو رو چاپ میکنه. پس شما میتونید از هر دو نوع تک کوتیشن و دابل کوتیشن برای نمایش استرینگتون استفاده کنید. ولی این دوتا با همدیگه یه فرق کوچیک دارن که شما باید این نکته رو یادتون باشه. ما این نکته رو میایم به صورت مثال با هم بررسی میکنیم. فکر کنید مثلا من اینجا یه متغیر x دارم، $x. مقدارش رو هم میذارم مثلا 10 سمیکالون. من میخوام این متغیر x هم رو داخل این استرینگ نمایش بدم. پس میام اینو کپی میکنم و میارمش داخل استرینگ. اینجا هم میارمش داخل استرینگ میذارم. اگر دقت بکنید، اونی که دابل کوتیشن داشت اینجا استرینگ ما رو تشخیص داد و اونی که تک کوتیشن داشت اون رو به عنوان کاراکتر در نظر گرفت. براش فرقی نمیکرد که این چیه. اینو به همین شکلی که هست قبول کرد. حالا بریم تو نتیجه ببینیم چه تأثیری میذاره. من اینجا یه اکو بی آر هم میذارم که ما رو یه لاین بفرسته پایین. وقتی که هلو چاپ میشه، اکوی بعدی یه لاین میشکونه، یه خط میشکونه میاد پایین، هلوی بعدی رو چاپ میکنه. ما الان میریم صفحمون رو رفرش میکنیم. ببینید تو اولی نوشت hello x، تو دومی نوشت hello 10. پس نکته‌ای که ما باید بهش توجه کنیم، زمانی که شما از دابل کوتیشن استفاده میکنید، میتونید یه سری عملیات‌های خاص، یه سری کاراکترهای خاص رو داخل اون استرینگ پیاده بکنید. ولی زمانی که از تک کوتیشن استفاده میکنید، فرقی نمیکنه چه علامتی داخلش بذارید. هر چیزی که بنویسید به همون شکلی که نوشتید اون رو در نظر میگیره. ما نوشتیم hello متغیر x، برامون چاپ کرد hello $x. ولی اینجا نوشتیم hello متغیر x، متغیر x رو تشخیص داد و برای ما اینجا نوشت hello 10. خب حالا که این نکته رو یاد گرفتید، بریم سراغ مثالای دیگه. من اینجا این دوتا رو پاک میکنم و میام اینجا این متن اکومون رو طولانی تر میکنم، میگم hello یوشا و سیوش میکنم. الان اگه رفرش کنم، اینجا برام هلو یوشا رو چاپ میکنه. خب زمانی که ما داریم از استرینگ ها استفاده میکنیم، یه سری فانکشن از پیش ساخته شده هستش که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم.
این فانکشن ها به اصطلاح بیلت این PHP هستن و شما میتونید از اونها استفاده بکنید و روی استرینگ هاتون یه سری عمل انجام بدید. مثلا من میام اینجا می نویسم $x مساویه این استرینگ که من دارم. این متغیر x من یه استرینگ رو داخل خودش داره که مثلا نوشته hello یوشا. من این کلمه وای رو هم کوچیک می نویسم. من میخوام زمانی که این استرینگ داره چاپ میشه تمام حروفش به شکل حروف بزرگ نوشته بشه. پس کافیه بیام اینجا بنویسم اکو، میخوام چاپ کنم، میخوام نمایش بدم، بیام بنویسم str، همون به معنای استرینگ مخفف شده استرینگ، to upper، پرانتز رو باز و بسته کنم و این متغیر خودم رو بذارم داخل پرانتز و بعدم سمیکالون میزنم. این دستور اکو که برای چاپ کردن اونه و این فانکشن string to uppercase یا همون str to upper میاد متغیر x ما رو که یه استرینگ به این شکل حروفش رو تغییر میده و به حروف uppercase تبدیل میکنه و به حروف بزرگ تبدیل میکنه. حالا میام سیو میکنم و میرم مرورگر رو باز میکنم و رفرش میزنم. همونطور که میبینید هلو ورد رو برای ما بزرگتر نوشت. فانکشن های این شکلی توی PHP زیاد هستن. برای اینکه بتونیم چند تا دیگه شون رو امتحان کنیم من میام این متغیرمون رو یه تغییر میدم. اینجا h رو بزرگتر می نویسم، اینجا y رو هم با حروف بزرگ می نویسم. به عنوان مثال یه نمونه دیگه از فانکشن هایی که شما میتونید استفاده بکنید توی PHP فانکشن echo str to lower هست. یعنی میاد استرینگ شما رو به کاراکترهای لوور کیس تبدیل میکنه. پرانتز $x در انتها سمیکالون. الان ما 2 تا اکو داریم و این اکوها پشت همدیگه نوشته میشن. رفرش میزنم. ببینید اول اومد یوشا رو با حروف بزرگ چاپ کرد، بعد اومد این h رو به حروف کوچیک تبدیل کرد، این وای من رو به حروف کوچیک تبدیل کرد. در ادامه من میام چند تا فانکشن دیگر رو براتون مثال میزنم و اینجا می نویسم و در نهایت ببینیم نتیجهشون به چه شکلی میشه. من اینجا بین این اکو هام یه اکو بی آر میذارم که موقع نمایش و چاپ کردنشون خوندنشون راحت تر باشه. تو لاین بعد از lowercase هم یه بی آر میذارم. فانکشن بعدی که میخوایم با هم دیگه کار بکنیم replace هست. مثلا ما میخوایم یه سری از کاراکترهایی که توی این متن هست و به یه سری کاراکتر دیگه تغییر بدیم. مثلا میخوام بنویسم echo str یه underline می نویسم replace. ببینید زمانی که من اومدم این فانکشن رو نوشتم، زمانی که من 2 تا پرانتز رو گذاشتم، خودش بهم اینجا گفته چه چیزایی باید داخل این پرانتز بذارم، داخل این فانکشن بذارم. به عنوان متغیر اول گفته اون استرینگی رو بنویس که دنبالش میگردی و سرچ میخوای بکنی و تغییرش بدی. مثلا من میخوام بگم کلمه هلو به یه کلمه دیگه تغییر بکنه. توی قسمت دوم یعنی بعد از و شما میاید اون کلمه رو مینویسید که کلمه جدید شماست و شما میخواید جایگزینش کنید و تو قسمت آخر این پرانتز شما کافیه بیاید خود اون استرینگتون کل استرینگتون رو بنویسید. پس من میام اینجا مینویسم هلو رو برام پیدا کن، بعدش با I am تغییرش بده داخل متغیر x من. بریم ببینیم به چه شکل شده. خب روی اکوی آخرمون نوشته I am یوشا، ننوشته هلو یوشا. چرا؟ اومد هلو رو با I am تغییر داد. مثال های دیگه هم به این شکل میشن. یه بی آر میذارم، میام پایین تر. مثلا ما میخوایم استرینگمون برعکس بشه، می نویسم str rev یا همون str reverse پرانتز باز و بسته $x. میریم یه دونه دیگر رو امتحان کنیم. یه بی آر میذارم یا مثلا اینجا یه اینتر میزنم، یه فضای اضافی میذارم این ته و میخوام این فضای اضافیه هم از ته این استرینگ حذف بشه. میتونم بنویسم echo
trim $x. کاری که تریم انجام میده اینه که میاد از اول استرینگ و آخر استرینگ هر فضای اضافی که وجود داشته باشه پاک میکنه. بریم رفرش کنیم ببینیم که استرینگامون به چه شکل تغییر کردن. رفرش رو میزنم و اینجا اومده استرینگ ما رو به صورت ریورس نوشته، به صورت برعکس نوشته. اینجا توی اکو آخرمون هم تریم اومده اون فاصله بعد هلو یوشا رو پاک کرده. الان من اینجا رو سلکت بکنم هیچ فضای اضافی بعد این نیست، ولی توی مثال های قبل شما میبینید که یه فضای خالی پشت اون استرینگ هنوز وجود داره. یا مثلا یکی دیگه از کارهایی که میتونید روی استرینگ ها انجام بدید اینه که بیاید استرینگتون رو به یه آرای تبدیل کنید. من اینا رو پاک میکنم و اینجا متغیر x هم رو نگه میدارم. میخوام بگم هر کدوم از این نوشته های داخل این متغیر به یک آرای تبدیل بشن. پس کافیه که بیام بگم متغیر جدید من به اسم y مساویه با explode. خودش اینجا به هم گفته اون استرینگی که داری به هم میدی چه چیزی اونها رو جدا کنه و بیاره داخل آرای بذاره. توی این مثال مثلا من میخوام بگم که هر جا که اسپیس دید، هر جا که فضای اضافه دید، تا اونجا اون کاراکترها رو بگیره و بیاد داخل آرای بذاره. پس من اینجا یه دابل کوتیشن میذارم، یه فضای خالی میذارم، یه اسپیس میذارم، بعد یه و میام اینجا مینویسم $x، یعنی برو داخل $x بگرد، هر جا که فضای اضافه و فضای خالی دیدی اکسپلود کن. اکسپلود به معنای انفجار هست. کاری که داریم انجام میدیم اینه که داریم اینو تیکه تیکه میکنیم. وقتی یه چیزی منفجر میشه تیکه تیکه میشه. ما میخوایم این استرینگمون رو تیکه تیکه کنیم و بیاریم داخل یه آرای بذاریم. و اگه الان من بیام اینجا یه ور دامپ بذارم و این متغیر وایمون رو بیارم داخلش، بیام صفحه رو رفرش کنم، به هم میگه که این متغیر وای ما یه آرایه دو بخشیه که بخش اولش هلو و بخش دومش یوشا نوشته. یا اگه بخوام این آرایه رو چاپ کنم میتونم از دستور print r استفاده کنم. print underline r، یه پرانتز میذارم، وای رو کپی میکنم میارم داخلش و الان نمایشش میدم. این میاد آرای ما رو پرینت میکنه. ما یه آرای داریم که خونه اولش هلوه و خونه دومش یوشا هست. خب تا اینجای کار که شما بدونید استرینگ ها به چه شکل کار میکنن و چه کارهایی میتونیم روشون انجام بدیم کافیه. فانکشن های بیلتین PHP که میتونیم ازشون استفاده کنیم و استرینگ هامون رو تغییر بدیم زیاد هستن. اما تا اینجای کار اومدیم چند تا از مثال های اصلیشون رو بررسی کردیم و ما بقیه مثال ها رو بعداً داخل کد نویسی با همدیگه مرور میکنیم.